میبینین این بی‌انصافیه که میگن 3 روز بعد دیگه تعزیه حرامه و بدعته. اینا بسیار از بیخبری و از عجله در فتوا گفته میشه. یک عده امروزی بدبختی ما یک عده از اهل علم شیعه و سنی بین شیعه هم زیاده هیچ مستحق فتوانیان طلبه‌این فقط به خاطر کریش دارن یک مدال نیه برای علمای دینی. این بدبختی باید نقیصه به وزارت اطلاع ارشادم بر میگرده. هر کس که امامه داشت و چپن داشت و ریش داشت فتوا میده، از خدام نمیترسن. در بین ما هستن، به هر جا هستن. تنها قضیه افغانستان نیه، به هر جا که میان که درسشان کمه و فتوا میدن و این امیناین که اختلافات هم بین شیعه و سنی مندازن، امینهاین که به غلو میرسه یک طرفش، یک طرف دیگهش به نصیبی میشن، امیناین که روزگار مردم مسلمان سیاه میکنن.